وقتی جنگ میشه، این وقتی مثلا مادری با بچهش میره تو بازار برای جهیز بخره، یه هم موشک میاد تو بازار، همه چیز هست. آینده کوبیده میشه به دیوارها، عروسی شکل نمیگیره، ترانه ها نمیان، شادی ها نمیان، غذاها پخته نمیشن، دست و خنابرده نمیشن. جنگ فقط جنگ نیست، جنگ همه چیز رو میگیره از انسان. اگه میمرد که تموم شده، آینده رو میگیره، شادی رو میگیره، تاب رو میگیره، فرفره رو میگیره، بستنی رو میگیره، بغل رو میگیره، هر چیز که بگی رو جنگ میگیره. فقط چونتو بردی خراب میکنه. جنگ اگه جهان رو تمام کرد خیلی خوب بود، ولی خیلی چیزها رو خراب میکنه و تمام نمیکنه. یه طور در وضعیتی قرار میده که خیلی خیلی بدتر